سوال اینه با احساسات شدید چی کار کنیم؟ قدم اول میشینیم و اون احساس رو احساسش میکنیم. میبینیم کجا تو بدنمون داریم اون احساس رو حس میکنیم. خیلی اوقات میبینیم فکمون رو سفت کردیم، گاهی اوقات شونه هامون رو بردیم بالا، خیلی اوقات نفسمون تنگه، تو دلمون یه حالیه، انگار دلشوره داریم. یه موقعی هست میبینیم پامون رو منقبض کردیم. ببینیم چی داریم تو بدنمون احساس میکنیم. بعد قدم 2 اینه که بیایم ببینیم این احساسمون رو چه اسمی براش داریم. اصلا میتونیم تشخیص بدیم که این غم، ترس، خشم چیه. قدم بعدی اینه که رهاش کنیم. اگه منقبض کردیم خودمون رو شل کنیم. اگه میبینیم تو دلمون یه دلشوره‌ای وجود داره، با یه نفس عمیق سعی میکنیم رها کنیم. یعنی هر چیزی که هست رو رها کنیم. بگیم خیلی خوب باشه، باش. مثل یه مهمون که اومده تو، حالا ما هرچی به زور بخوایم در روش ببندیم نیاد تو، این بدتر میکنه، میاد از پنجره میاد تو، از در و دیوار میاد تو. بهترین حالت اینه که بگیم بفرمایید داخل، یه چای براش بیاریم، به حرفش گوش بدیم، ببینیم چه پیغامی برامون داره، به خاطر اینکه احساسا هر چیزی که هستن برامون یه پیغامی دارن. یا دارن ما رو از یه چیزی حفظ میکنن، مثلا ترس از مار داره ما رو از یه خطر احتمالی در واقع محافظت میکنه. اگه یه خشمی داریم، شاید یه جایی یه رفتار ناعادلانه‌ای باهامون شده، ما از حریم خودمون داریم در واقع دفاع میکنیم. ببینیم این احساس که اومده برای ما چه پیغامی داره، ما رو از چی داره محافظت میکنه. به حرفش که گوش دادیم، مثل اون مهمونه که اومده تو، چای براش آوردیم و داریم به حرفش گوش میدیم، بعدش خود مهمون با پای خودش میره. این یه موضوعیه که توی پروسه روان درمانی هم فهمش به مراجع خیلی کمک میکنه که بدونیم احساسا موندگار نیستن. اگه نسبت بهشون مقاومت نکنیم، موقعی موندگار میشن که نسبت بهشون مقاومت داریم.